أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدیث از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت شده از شماره حدیث در کتاب بخاری 2033 می باشد. جابر بن عبدالله پدر و پسر هر دو صحابه می باشند. جابر یکی از 7 صحابه که حدیث را بسیار روایت کرده است. این جابر بن عبدالله می باشد که 1540 حدیث روایت کردند. جابر بن عبدالله میگویند که از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که میگفتند ان الشیطان یحضر احدکم عند كل شیء من شأنه حتی یحضره عند طعامه. پیامبر میگفتند که شیطان به همه کارهای شما دخالت میکند، میآید، حتی وقتی طعام خوردن، به حق در وقتی همبستری و در وقتی وارد شدن به خانه، به همه این مشارکت میکند. وقتی که این مسلمان قلعه خود را مستحکم کرد، شیطان به او وارد نمیشد. بسم الله بگوید، اعوذ بالله بگوید و سلام بدهد. وقتی که به خانه وارد میشد، وقتی که طعام میخورد بسم الله بگوید، وقتی که خواب میکند دعا را بخواند. میگویند که شیطان چون وارد می شود، حتی وقتی که طعام حاضر می شود به طعام خوردن همراه شما حاضر می شود. پیامبر میگویند فاذا سقطت من احدكم اللقمه فليمت ما كان بها من اذى. وقتی که لقمه ای که شما خورده می استید، وقتی که به زمین افتاد، مثل خرما، نان، دیگر چیز، او را اذیت ها و چرکینیش را پاک بکنید، تازه بکنید و سپس بخورید. ولا یدعها للشیطان، به شیطان نگذارید. فاذا فرغ، وقتی که فارغ شدید از طعام خوردن، انگشتان خود را فلیلعق اصابعه فانه لا یدری فی ای طعامه تکون البرکه. پیامبر میگویند که وقتی که فارغ شدید و این آن روغن هایی که در انگشت است او را بلیسید، میگویند. این یکی از خاکساری پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. امروز بعضی شخصا میگویند که جراثیم یا که میکروب هست. پیامبر میگویند که او را پاک بکنید، تازه بکنید، بشویید و به شیطان نگذارید، که این سنتی فراموش شده می باشد، که در کدامی از لقمه ها برکه است که انسان، یعنی این برکه زیاده می باشد، انسان را سیر میکنه، سیراب میگرداند. و در دیگر حدیث آمده است که ولا یمسح یده بالمندیل حتی یلعق اصابعه. با این مندیل ها، با بعضی لطه ها دستش را پاک نکند تا اینکه این را به انگشتان خود را بلیسد. در حدیث آمده است که پیامبر میگویند که البته الله از بنده ای که هر لقمه میخورد الحمدلله بگوید، هر چیزی که می نوشد و حمد و شکر بگوید، الله از چنین شخص راضی می شود. و این یکی از فرمایشی پیامبر صلی الله علیه و سلم هست که ما باید به این پایبند باشیم. این بود شرح مختصر این حدیث. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.